شما. بله بفرمایید. سلام دکتر صاحب محترم. و علیکم السلام، بفرمایید. دکتر صاحب گوشم صحیح کار نمیته، هیچ چیز نمیشنوم. مملایی میخوری؟ نه نمیخورم. جغ میکنه گوشت؟ میکنه. بازم صحیح کار نمیته؟ نه نمیکنه. خیلی کجایت صحیح کار میته؟ قلبم. برو از ما قلبت کار بگی. بله شما بفرمایید. سلام دکتر صاحب. و علیکم السلام، بفرمایید. دکتر صاحب کمرم درد میکنه. حتما کدام چیز گرنگ است کردید؟ نه دکتر صاحب شوهرم لطم کرده. برو شوهرت بگو که یک بار دگام لطت کنه. بله شما بفرمایید. دکتر صاحب خوب هستین؟ خوب هستم، شما بفرمایید. دکتر صاحب از چشمم او میآید، سرخم شده. پیاز خوردی؟ نه. خیلی برو در وقت پیاز توته کردن آینک بپوش. بله شما بفرمایید. دکتر صاحب سلام، خوب هستی؟ خوب هستم، بفرمایید. دکتر صاحب چند روز میشه که دست راستم درد میکنه. خیلی دست چپت جور است؟ بله یا برو از دست چپت کار بگیر. بله شما بفرمایید. دکتر صاحب من زیاد عرق میکنم. خب گرمی است، ما هم زیاد عرق میکنم. بله شما بفرمایید. سلام دکتر صاحب. و علیکم السلام، خوب هستم، بفرمایید. دکتر صاحب دلم بد میشه و سرگیچی دارم. حتما عمل دار هسته؟ نه من مجرد هستم. خیلی نورسی بکنین. دوستای عزیز وقت برنامه ما تمام شد. پیاز بخورین، ترکاری بخورین، او بخورین.